سلام دوستان، وقتتون بخیر. امروز میخوایم نصب ویندوز 10 رو آموزش بدیم. اول از همه شما به نسخه نصبی ویندوز 10 نیاز دارین که روی یک DVD یا فلش بوتیبل ریخته شده باشه. بعد از اینکه DVD رو داخل درایو نوری قرار دادین یا فلش رو به سیستم وصل کردین، کامپیوتر رو ریستارت کنید. مرحله بعد اینه که قبل از بوت شدن کامل ویندوز وارد تنظیمات بایوس بشین و اولویت بوت رو روی DVD یا فلش بذارین. بعضی از مادربردها کلید میانبر برای تنظیم کردن بوت دارن که معمولا این کلید F10، اما راه مطمئن‌تر اینه که با دکمه دیلیت یا F12 وارد تنظیمات بایوس بشین. توی بایوس سیستم سربرگ بوت رو پیدا کنین و توی این قسمت باید فلش بوتیبلتون رو در اولویت اول بوت قرار بدین. حالا دکمه F10 رو بزنید و تنظیمات رو ذخیره کنید. سیستم بعد از این مرحله خود به خود ریستارت میشه و روی نصب ویندوز 10 بالا میاد. خب توی مرحله اول ویزارد ازتون میخواد که زبان و ساعت و کیبورد رو تنظیم کنید. این مرحله رو بدون تغییر رد کنین و نکست بزنید. حالا با زدن گزینه اینستال ناو وارد پروسه نصب میشین. خب توی این قسمت ویندوز ازتون کد فعالسازی میخواد، اما نگران نباشید چون میتونید با کلیک روی گزینه I don't have a product key این مرحله رو رد کنید. البته میتونید ویندوزتون رو بعد از نصب فعال کنید. قسمت بعدی باید نسخه مورد نظرتون برای نصب رو انتخاب کنید. پیشنهاد ما اینه که ویندوز 10 پرو رو نصب کنید. اینجا تیک I accept رو بزنین. خب از اونجایی که قرار ویندوز جدید نصب کنین، گزینه کاستوم رو انتخاب کنید. اینجا باید تنظیم کنید ویندوز روی کدوم درایو نصب بشه. در این قسمت میتونید درایو ها رو فرمت کنید یا پارتیشن بندی رو عوض کنید. اگه میخواید ویندوز قبلیتون پاک بشه، درایو اون ویندوز رو انتخاب کنید و گزینه فرمت رو بزنید. ولی حواستون باشه چون فرمت کردن همه فایل های اون درایو رو پاک میکنن. حتما ویندوز رو روی سریع ترین درایوتون مثل SSD نصب کنید. خب ویندوز شروع به نصب شدن کرد. این پروسه زمان بره و ممکنه سیستم چند باری ریستارت بشه. توی این پروسه سیستم رو خاموش نکنین، ریستارت نکنین و از برق نکشین. بعد از اینکه نصب تموم شد، سیستم برای بار آخر ریستارت میشه و صفحه جدیدی بالا میاد. توی این صفحه باید چند تا چیز رو تنظیم کنین. مثلا یوزرنیم و پسورد روی ویندوز بذارین، اتصال به اینترنت رو برقرار کنین و در آخر یک سری تنظیمات امنیتی که همشون رو نو بزنین. خب حالا نصب ویندوز تکمیل شد و میتونین باهاش کار کنین. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. اگه سوالی داشتین در قسمت کامنت ها برامون بفرستین.